گردش بعد از ظهر چهارشنبه. یک پاراگراف کوتاه بود که توی روزنامه صبح چاپ شده بود. یکی از دوستانم تلفن کرد و برایم خواند. متن برجسته‌ای نبود. از آن کارهایی بود که یک خبرنگار ناشی تازه از کالج درآمده ممکن است محض دستگرمی نوشته باشد. زمان وقوع حادثه گوشه‌ای از خیابان شخصی در حال رانندگی با یک کامیون، یک عابر پیاده، یک سانحه و بررسی موبایلاتی احتمالی. مثل شعرهای صفحات داخلی مجلات به نظر می آمد. پرسیدم مراسم کجاست؟ گفت نمیدونم. اصلا دختره خانواده‌ای داشت؟ البته که دخترک خانواده داشت. به اداره پلیس تلفن کردم تا نشانی یا شماره تلفن خانواده دختر را بگیرم. بعد به خانواده‌اش تلفن کردم تا جزئیات مراسم را بپرسم. خانواده‌اش در یکی از قسمت‌های قدیمی توکیو زندگی می‌کردند. نقشه‌ام را بیرون آوردم و آن قسمت را با رنگ قرمز علامت زدم. تمام منطقه مسیر پرپیچ و خمی از خیابان‌های باریک و از کانال‌های فاضلاب بود. و همه جا پر از خطوط مترو و قطار و اتوبوس بود که مثل تارنکبوت بدقواره‌ای با هم تلاقی می‌کردند. روز مراسم با تراموا از وازداراه افتادم. نزدیک انتهای خط پیاده شدم. معلوم شد کمکی که نقشه به آدم می‌کند مثل کمکی است که یک کره جغرافیایی می‌تواند بکند. آخر سر کار به آنجا کشید که پاکت پشت پاکت سیگار بخرم و هر بار مسیر را بپرسم. خانه‌ای بود با چهارچوب چوبی که نرده‌هایی از چوب قهوه‌ای رنگی دورش داشت، با یک حیاط کوچک و آتشدان سفالی بدون استفاده‌ای که پر از آب مانده باران بود. زمین تیره و نمناک بود. دخترک 16 ساله که بود از خانه رفته بود. شاید به همین دلیل بود که مراسم آنقدر دلگیر بود. فقط افراد خانواده آمده بودند که همه از او بزرگتر بودند. برادر بزرگتر دخترک یا شاید هم شوهر خواهرش که نزدیک 30 سالش بود مراسم را اداره می‌کرد. پدر دختر یک مرد کوتاه قد 50 و چند ساله بود. بازوبند مشکی عزاداری بسته بود. کنار در ورودی ایستاده بود و اصلاً تکان نمی‌خورد. مرا یاد خیابانی میانداخت که در کنار مرا یاد خیابانی میانداخت که بعد از یک باران سنگین خیلی تمیز شسته شده است. موقع رفتن ساکت تعظیم کردم و او هم بدون اینکه حرفی بزند در جواب تعظیم کرد. پاییز 9 سال قبل بود که دیدمش. آن موقع من 20 سالم بود و او 17 ساله بود. کنار دانشگاه کافی شاپ کوچکی بود که پاتوق من و دوستانم بود. جای فوق‌العاده‌ای نبود، اما موسیقی هارد راک و قهوه نامطبوع چیزهای ثابتی بود که همیشه آنجا عرضه می‌شد. همیشه یک جا می‌نشست. آرنج‌هایش را روی میز می‌گذاشت و کتاب می‌خواند. با دست‌های لاغر و عینکی که شبیه سیم‌های ارتودنسی بود، دوست داشتنی به نظر می‌آمد. قهوه‌اش همیشه سرد بود و جا سیگاریش پر از ته سیگار. تنها چیزی که عوض می‌شد کتاب بود. گاهی از کتاب‌های میکی اسپلن بود، یک وقت از کنزابورو اوه و موقع دیگری از آلن گینزبرگ. فرقی نمی‌کرد. کافی بود کتاب باشد. دانشجوهایی که آنجا رفت و آمد می‌کردند به او کتاب امانت می‌دادند و او کتاب‌ها را از اول تا آخر تر و تمیز می‌خواند و مثل خوشه‌های ذرت می‌بلعید. آن روزها کتاب قرض دادن رایج بود. برای همین هم هیچ وقت در حسرت خواندن چیزی نمی‌ماند. آن روزها زمانه دورز، استونز، بیردز، دیپ پارپل و مودی بلوز بود که حتی با اینکه به نظر می‌آمد همه چیز منتظر بهانه‌ای است تا از هم فرو بپاشد، حال و هوای سرزنده‌ای حاکم بود. من و او با هم کتاب رد و بدل می‌کردیم، بی‌وقفه حرف می‌زدیم، نوشیدنی ارزان قیمت می‌نوشیدیم و با هم بودیم و از همین کارهای روزمره. و در همان حال پرده‌های روی دیوار ویرانه‌های دهه 60 جلنگ صدا می‌کرد. اسمش یادم رفته است. می‌توانم نگاهی به آگهی ترحیم بیاندازم. اما حالا دیگر چه فرقی می‌کند؟ اسمش را فراموش کردم. فرض کن چند نفر از دوستان قدیمیم را ببینم و بین صحبت‌های من حرف او پیش بیاید. دیگر هیچ کس اسم او را به یاد نمی‌آورد. میگویی میدانی آن وقتها دختری بود که با همه بود. قیافه‌اش یادم است اما اسمش یادم رفته. نمیدانم الان چه کار می‌کند. جالب می‌شد او را توی خیابان ببینم. اسمش همین بود، دختری که آن وقتها با هم بودیم. راستش را بخواهید با هر کسی همراه نمی‌شد، معیارهایی هم داشت، اما همانطور که بررسی مختصر شواهد برای نشان دادن حقیقت ماجرا کفایت می‌کند، حقیقت این است که او حاضر بود با هر کسی باشد. فقط یک بار از او درباره معیارهایش پرسیدم. شروع کرد که
خب اگه میخوای بدونی 30 ثانیه به فکر کردن گذشت. همه این کار رو نمی‌کنم. بعضی وقتها از این فکر دلزده میشم، اما میدونی شرایط برای اینه که دلم میخواد آدم‌های متفاوتی رو پیدا کنم. شاید هم دنیای من همین جوری ساخته میشه. با بودن با دیگران. آره، نوبت من بود که به این چیزها فکر کنم. خب ببینم این کار کمکت کرده تا از چیزی سر در بیاری؟ جواب داد یک کمی. زمستان تا تابستان او را خیلی کم می‌دیدم. دانشگاه چند بار یا تعطیل بود یا بسته شده بود. به هر حال من هم مشکلات شخصی خودم را داشتم. پاییز سال بعد که دوباره به همان کافی شاپ رفتم، مشتری‌ها همه عوض شده بودند و او تنها کسی بود که می‌شناختم. موسیقی راک مثل قبل پخش می‌شد، اما آن حس و شور و هیجان از بین رفته بود. فقط او بود. قهوه نامطبوع که هیچ کدام فرقی نکرده بودند. مقابل او روی صندلی نشستم و درباره دوستان قدیمی با هم حرف زدیم. بیشترشان ترک تحصیل کرده بودند، یکی خودکشی کرده بود، یکی خودش را گم و گور کرده بود و از این حرفا. پرسید پارسال مشغول چه کاری بودی؟ گفتم کارهای مختلف. از عهده‌شون بر اومدی؟ یکم. آن شب برای اولین بار با او بودم. درباره زندگی گذشته او تقریباً هیچ چیز نمیدانم. همان چیزهایی را هم که میدانم احتمالاً از کس دیگری شنیدم. شاید هم وقتی توی رخت خواب بودیم خودش اینها را به من گفته بود. سال اول دبیرستان که بود با پدرش به سختی مشاجره کرده بود و از قفس و همینطور دبیرستان پریده بود. مطمئن بودم اینها قصه است. از اینکه دقیقاً کجا زندگی میکرد و چطور زندگیش را میگذراند کسی خبر نداشت. تمام روز توی یک کافه راک مینشست، فنجان پشت فنجان قهوه میخورد و پشت بند هم سیگار میکشید و کتابها را ورق میزد و منتظر میماند یکی از راه برسد و صورت حساب سیگار و قهوه‌اش را که آن روزا برای امثال ما مبلغ کمی نبود حساب کند و دست آخر هم همراهش برود. فقط همین ها را درباره‌اش می‌دادم. از پاییز آن سال تا بهار سال بعد هفته یک بار شب‌های چهارشنبه به آپارتمان من که در حومه میتاکا بود میآمد. شام مختصری را که پخته بودم می‌خورد و جا سیگاری را پر می‌کرد. صدای رادیو را با آخرین درجه روی برنامه راک AFN می‌گذاشتیم و می‌خوابیدیم. صبح چهارشنبه ها که بیدار می‌شدیم به جنگل محوطه دانشگاه بین‌المللی مسیحیان می‌رفتیم تا قدم بزنیم. توی سالن غذاخوری نهار می‌خوردیم. بعد از ظهر توی سالن دانشجویی یک فنجان قهوه آبکی می‌خوردیم و مواقعی که هوا خوب بود روی چمن‌ها دراز می‌کشیدیم و آسمان را تماشا می‌کردیم. اسم آن را گردش بعد از ظهر چهارشنبه گذاشته بود. هر وقت اینجا هستم احساس می‌کنم برای گردش اومدیم. گردش؟ راستی؟ خب محبته تا چشم کار میکنه ادامه داره. همه خیلی شاد به نظر میرسن. بلند شد، نشست و تا سیگارش را روشن کند چند چوب کبریت را خراب کرد. خورشید توی آسمون بالا میره و بعد پایین میاد. مردم میان و میرن. زمان خیلی آروم میگذره. انگار گردش اومدیم. اینطور نیست؟ آن موقع 21 سالم بود و چند ماه بعد 22 ساله میشدم. هیچ امیدی نداشتم به این زودی درسم را تمام کنم، اما دلیلی هم نداشتم ترک تحصیل کنم. در شرایطی کاملا نومید کننده گیر افتاده بودم. ماها بود درمانده شده بودم و نمیتوانستم یک قدم در مسیر جدیدی بردارم. دنیا به حرکت خودش ادامه میداد و فقط من بودم که در جا میزدم. پاییز که آمد همه چیز به شکل فلاکت باری به خود گرفت. رنگ ها به سرعت در برابر چشمانم محو میشد و نور خورشید، بوی چمن ها و کمترین صدای تپ تپ باران همگی آزارم میداد. چند بار خواب دیدم شب سوار قطار شدم. همیشه همان خواب بود. یک خط شبانه که بوی گند توالت و دود سیگار میداد. آنقدر شلوغ بود که جای ایستادن نبود. روی همه صندلی ها استفراغ للمه بسته بود. تنها کاری که از دستم برمی آمد این بود که توی ایستگاه بلند بشم و از قطار بیرون بزنم. اما اصلا ایستگاهی در کار نبود. تنها دشت وسیعی بود که هیچ جای آن چراغ خانه‌ای پیدا نبود. نه رئیس ایستگاهی بود، نه ساعتی، نه جدول حرکتی و نه هیچ چیز دیگری و خوابم همینطور ادامه پیدا می‌کرد. هنوز هم آن بعد از ظهر وهم آور توی خاطرم هست. 25 ماه نوامبر بود. برگ‌های ژنکویی که باران سنگین با خود آورده بود راه‌های بین چمن‌ها را به رودخانه‌های خشکیده طلایی رنگ تبدیل کرده بود. دست‌هایمان را توی جیب‌هایمان فرو کرده بودیم و قدم می‌زدیم. جز صدای برگ‌هایی که زیر پاهایمان خرد می‌شدند و جیغ تیز پرنده‌ها صدای دیگری شنیده نمی‌شد. یک دفعه بی مقدمه پرسید به چی فکر می‌کنی؟ گفتم راستش به هیچی. کمی به راه رفتن ادامه داد. بعد کناری نشست، به سیگارش پک زد و پرسید تو همیشه خواب‌های بد می‌بینی؟ بیشتر وقتها خواب‌های بد می‌بینم. معمولاً کابوس می‌بینم.
که دستگاه‌های فروش خودکار سکه هام رو میخورند. خندید و دستش رو روی زانویم گذاشت و برداشت. نمیخوای درباره‌اش صحبت کنی نه؟ امروز نه، نمیتونم حرف بزنم. سیگار نیمه تمامش را توی خاکه ها انداخت و با کفشش آن را با دقت خرد کرد. منظورت اینه که نمیتونی خودت رو قانع کنی که چیزی رو که واقعا دلت میخواد بگی؟ گفتم نمیدونم. 2 پرنده از نزدیکی پر کشیدند و در آسمان بدون ابر ناپدید شدند تا وقتی که از دیدرسمان خارج شوند تماشایشان کردیم. بعد او با یک ترک شکل‌های نامفهوم روی خاک کشید. بعضی وقتها که با تو هستم کاملا احساس تنهایی میکنم. گفتم از اینکه باعث میشم چنین احساسی پیدا کنی متاسفم. تقصیر تو نیست. نه اینکه وقتی با منی به کس دیگه ای فکر کنی. به هر حال هم فرقی نمیکنه، مثل همونه. وسط حرفش مکث کرد و به آهستگی 3 خط صاف روی زمین کشید و گفت اوه نمیدونم. گفتم میدونی دلم نمیخواد تو رو از خودم برونم. لحظه‌ای بعد دوباره گفتم نمیدونم چه فکری توی سرم میگذره. تمام تلاش لعنتی خودمو میکنم تا ازش سر در بیارم. دلم نمیخواد همه چی رو خراب کنم، اما نمیخوام وانمود کنم هیچ خبری نیست. این کار زمان میبره. چقدر؟ نمیدونم، شاید 1 سال، شاید هم 10 سال. ترکه را روی زمین انداخت، بلند شد و علفهای خشک را از روی کتش تکاند و گفت 10 سال؟ به نظرت خیلی زیاد نیست؟ گفتم شاید. از میان جنگل به طرف محوطه دانشگاه بین‌المللی مسیحیان رفتیم. توی سالن استراحت دانشجویی نشستیم و هات داگ خوردیم. ساعت 2 بعد از ظهر بود و تصویر یوکی و میشیما روی صفحه تلویزیون سالن بود. پیچ صدا خراب بود، برای همین نمیتوانستیم بفهمیم چه حرف‌هایی میزند. فرقی هم نمی‌کرد. یکی از دانشجوها روی صندلی رفت و با پیچ ور رفت، اما آخر سر منصرف شد و گورش را گم کرد. گفتم بریم خونه. گفت باشه. دست‌هایمان را توی جیب کت‌هایمان فرو کردیم و به آرامی قدم زنان به آپارتمان برگشتیم. وقتی بیدار شدم دیدم به آرامی حق حق می‌کند. تن لاغرش زیر ملافه می‌لرزید. بخاری را روشن کردم و نگاهی به ساعت انداختم. ساعت 2 صبح بود. ماه به رنگ سفید و شگفت‌انگیزی وسط آسمان می‌درخشید. منتظر شدم تا گریه‌اش بند بیاید. بعد زیر کتری را روشن کردم تا چای درست کنم. یک جای کیسه‌ای برای هر دویمان گذاشتم. فقط چای داغ ساده، بدون قند، بدون لیمو. بعد 2 سیگار روشن کردم و یکی از آن سیگارها را به او دادم. 3 بار با سرعت پک زد. دود را به درون کشید، بیرون داد و به سرفه افتاد. پرسید ببینم تا به حال شده به فکر کشتن من بیفتی؟ کشتن تو؟ آره. چرا میپرسی؟ در همان حال که سیگار هنوز روی لبش بود پلک چشمش را با نوک انگشت خارام و گفت دلیل خاصی نداره. گفتم نه، هیچ وقت نشده. واقعا؟ آره واقعا. چرا باید بخوام تو رو بکشم؟ گفت فکر میکنم حق با تو باشه. یه لحظه فکر کردم زیاد بد نیست که مثلا وقتی خوابم یه نفر منو بکشه. متاسفانه من نیستم. راستی تا جایی که خودم خبر دارم. خندید، سیگارش را خاموش کرد. باقی مانده چایش را نوشید و دوباره سیگار را روشن کرد و گفت میخوام 25 سال زندگی کنم و بعد بمیرم. ژوئیه 8 سال بعد در 26 سالگی مرد.